سلام دوستان، به قسمت دوم از آموزش SPSS خوش اومدین. در این قسمت ما به ویرایش داده ها میپردازیم که خودش دارای چندین بخش هستش. بخش اول یک سری فرمان هایی هست برای منوی فایلمون که ما اون فرمان ها رو بهتون آموزش میدیم. بخش دوم جستجوی فایل داده ها هست که بهتون میگیم چطوری متغیر یا نمونه خاصی رو در بین فایل های مورد نظرتون پیدا کنید. قسمت سوم به مشاهده محتویات سلول ها میپردازیم که چطور مثلا سلول خاصی که مد نظرتون هست اطلاعاتش رو میتونید پیدا بکنید. قسمت چهارم اضافه کردن یا حذف نمونه ها و متغیرها هستش و در قسمت آخر هم ما به تغییر در صفحه نمایش داده ها میپردازیم. در بخش فرمان ها، منوی فرمان ها، ما چندین فرمان داریم. زمانی که ما اطلاعاتی رو انجام دادیم و میخوایم اون رو سیو کنیم، میریم در قسمت فایل روی سیو یا میتونیم روی کنترل S کلیک بکنیم و فایل ما سیو بشه، یا میتونیم در قسمت فایل روی سیو از کلیک بکنیم و به ما میگه که شما میخوای در کدوم آدرس برای تو این فایل سیو بشه. آدرس مد نظرمون رو بهش میدیم، نام فایلمون رو مشخص میکنیم و روی سیو کلیک میکنیم. زمانی هم که میخوایم چندین داده یا فایل آماری رو با هم باز کردیم، روی اون ویرایشاتی رو انجام دادیم و حالا میخوایم تغییراتی که اعمال شده رو همه رو با هم سیو بکنیم، میایم روی قسمت فایل روی سیو آل دیتا کلیک میکنیم و همه تغییراتی که در همه فایل هامون دادیم سیو میشه. اگر هم که ما یک پایگاه داده های خاصی داشتیم و اون رو میخواستیم در اونجا صادر بکنیم، میایم روی قسمت فایل، قسمت اکسپورت، روی دیتابیس کلیک میکنیم و فایل ما به اونجا صادر میشه. اگر هم که ما میخواستیم به قولی آخرین تغییراتی که روی فایل های دیگرمون اعمال شده رو ببینیم، روی قسمت فایل کلیک میکنیم. در قسمت recently used data آخرین فایل هایی که تغییراتی در اون اعمال شده در این نرم افزار رو میتونید مشاهده بکنید، یا اینکه علاوه بر دیتا هاتون اگر که تغییراتی روی فایل ها اعمال شده میتونید اونها رو ببینید، کلیک بکنید تا اون فایل مورد نظرتون براتون باز بشه. در بخش دوم که بخش جستجوی در فایل داده ها هستش، ما اگر که در بین نمونه هامون و متغیر هامون که تعدادشون بسیار زیاد هم میتونه باشه، یک سری نمونه و متغیر خاص رو مد نظرمون باشه که اونها رو پیدا کنیم، میایم در قسمت edit کلیک میکنیم، در قسمت go to case یا go to variable یکی از این دوتا کلیک میکنیم. الان من go to case رو کلیک کردم، این پنجره برای من باز شد و اگر هم که روی go to variable کلیک بکنم باز هم همون پنجره برای من باز میشه و دو تا تب رو مشاهده میکنیم که الان اگر که روش کلیک بکنیم تب کیسمون فعال هست که رنگش تغییر کرده و اگر که روی variable کلیک کنیم این تب متغیرها فعال هستش و میتونیم تغییرات رو روی اون اعمال بکنیم. تب کیس برای زمانی هست که ما میخوایم به جستجوی نمونه هامون بپردازیم. از ما میپرسه تو تعدادی آزمودنی داری، الان 28 تا آزمودنی داری، به من بگو که تو آزمودنی شماره چند رو میخوای برای من که من برای تو پیدا بکنم. من بهش میگم که آزمودنی شماره 16 رو برای من پیدا بکن. گو رو میزنم و اون آزمودنی شماره 16 رو برای من نمایش میده، اطلاعاتش رو.
اگر هم که ما به دنبال متغیر خاصی بودیم و به جستجوی اون بودیم، روی قسمت وریبل کلیک میکنیم، لیست متغیرها رو ازش میخوایم، میگه تو این همه مثلا متغیر داری، کدومش رو میخوای من برات پیدا بکنم. من میگم که ادیکیشن رو میخوام، گو رو میزنم. متغیر ادیکیشن برای من تغییر رنگ پیدا میکنه و خودش رو نشون میده به قولی. در قسمت سوم که قسمت مشاهده محتویات سلول هست، ما مثلا در قسمت سنمون، در متغیر سنمون به دنبال سن مثلا 35 هستیم. خب ولی تعداد داده های ما مثلا ممکنه بسیار زیاد باشه. چطور میتونیم؟ ما که نمیتونیم مدام داده ها رو زیر و رو کنیم تا بتونیم 35 رو پیدا کنیم، بین داده ها گیر میکنیم. حالا باید چی کار کنیم؟ میریم در قسمت edit کلیک میکنیم، روی قسمت find یا کنترل F کلیک میکنیم، پنجره find and replace برای ما باز میشه که میگه تو ستون ایج رو که کلیک کردی برای من، به من بگو که چه داده ای رو میخوای برات پیدا بکنم. من میگم که سن 35 رو برای من پیدا بکن. find next رو میزنم، برای من سن 35 رو نمایش داده. اینجا میتونید نمایش رو ببینید. حالا اگر که ما این رو پیدا کردیم و خواستار این بودیم که این سن رو تغییر بدیم، روی قسمت ریپلاس کلیک میکنیم. به ما گفته که تو در ستون ایج هستی، در ستون ایج میخوای سن 35 رو، بهش گفتم میخوام تبدیل کنم به یک سن دیگه. مثلا میخوام تبدیلش کنم به سن 34، چون مثلا حالا اشتباه حتما وارد کرده بودم یا یک متغیر اشتباه وارد کردم، الان میخوام ویرایشش کنم. next رو میزنم، به من میگه که تو اگر که تنها یک دونه سن 35 داشته باشی میتونی ریپلاس رو بزنی تا من اون رو برات جایگزین کنم. اما اگر که تعداد متغیرهای تو که سنشون 35 زیاد باشه، تو باید ریپلاس آل رو بزنی تا همه اونهایی که تا همه متغیرهایی که سنشون 35 هست و تو میخوای به 34 تبدیلشون کنی، بعد ریپلاس آل رو بزنی. که من فقط ریپلاس رو میزنم و نمیخوام که شماره 24 هم که سن 35 هست تغییری داشته باشه، پس پنجره رو میبندم. میبینید که الان آزمودنی شماره 16 که سنش 35 بود به 34 تبدیل شد، اما آزمودنی شماره 24 که سنش 35 بود تبدیل نشد. و اگر که شما میخواستین همه اونهایی که سنشون 35 به 34 تبدیل بشه، باید قسمت ریپلاس آل رو فشار میدادین. قسمت چهارم قسمت اضافه کردن یا حذف نمونه ها و متغیرها هست. اگر که شما بخواین ردیف خاصی رو که مد نظرتونه حذف بکنید، روی ردیف، روی شماره ردیف کلیک راست میکنید، در قسمت کلیر فشار میدید و ردیف براتون پاک میشه و حالا به حالت قبل برمیگرده اگر که این رو فشار بدید، یا میتونید این رو فشار بدید، آندو رو فشار بدید و به حالت قبل برش گردونید. اگر که خواستید متغیری رو حذف بکنید، مثلا من جندر رو یا جنسیت رو میخوام حذف بکنم، روی اون کلیک راست میکنم، کلیر رو میزنم و متغیر جنسیت من حذف میشه. و اگر که آندو رو فشار بدم، دوباره به حالت اولیه و قبل از تغییرات برمیگرده. حالا اگر که بخوایم یک سری داده ها رو، یک سری ردیف ها رو یا یک سری ستون ها رو اضافه بکنیم، باید چی کار بکنیم؟ ما مثلا یک ردیف رو بین شماره 2 و 3 میخوام اضافه بکنم که اطلاعات آزمودنی شماره 3 من به 4 بره در قسمت ردیف 4 قرار بگیره، یعنی اینکه سنش 23 هست یکی بیاد پایین تر اطلاعاتش و یک جای خالی اینجا باز بشه. بعد چی کار بکنیم؟ باید ردیفمون رو مشخص بکنیم، میریم داخل قسمت edit، روی insert cases فشار میدیم
و اطلاعات آزمودنی شماره 3 مون که 23 سالش بود اومد در ردیف 24 قرار گرفت و ما که در ابتدا 28 تا آزمودنی داشتیم با اضافه کردن یک جای خالی حالا 29 تا آزمودنی داریم و خب اطلاعاتش رو وارد میکنیم. این مثلا 19 سالشه، اطلاعاتش رو وارد میکنیم و اگر که بخوایم که بین ستون هامون یک جای خالی به وجود بیاریم، مثلا بین جندر و ادیکیشن یا جندر و نمره میخوام یک فضای خالی رو ایجاد کنم، میرم روی قسمت ادیت کلیک میکنم، در قسمت insert variable فشار میدم و بین ادیکیشن و جندر یک فضای خالی، یک ستون خالی ایجاد شد که شما میتونید سلول هاش رو پر بکنید یکی یکی. به حالت قبل برش میگردونم و در آخر هم ما تغییر در صفحه نمایش داده ها رو داریم که ما یک سری اینجا داده داریم که اونها رو میخوایم یک سری تغییرات رو درش اعمال بکنیم. میریم در قسمت ویو، روی فونت کلیک میکنیم، پنجره فونت برامون باز میشه، میگه تو میخوای که چه فونتی رو من این اعمال کنم برات. اینجا هم بهت نمایش میده فونت ها رو، انواع و اقسام فونت ها. مثلا من این فونت رو انتخاب میکنم، میگه استایل فونتت میخوای چطوری باشه، آیا ریگولر یا معمولی باشه، ایتالیک یا معرب باشه، بولد باشه، پررنگ باشه، یا هم میخوای بولد باشه هم ایتالیک باشه، یعنی هم پررنگ باشه هم معرب باشه. میگم که من میخوام ریگولر یا معمولی باشه. میگه سایزش رو مشخص کن، میگم که من میخوام سایزش 22 باشه. اوکی رو میزنم و میبینید که متغیرهای من بزرگ شدن. کار ما در اینجا تموم هست. به قولی میریم توی قسمت فایل، سیو رو میزنیم و فایلمون رو سیو میکنیم. بدرود دوستان.